سلام، قراره درباره فیلم زودپس ساخته رامبد جوان صحبت کنیم و در انتهای این ویدیو هم درباره فیلم‌های اخیر سینما صحبت می‌کنم و یه بررسی هم می‌کنم که اوضاع سینمای ایران چه در ژانر کمدی و ژانرهای دیگه چطوره. خب فیلم زودپس به کارگردانی رامبد جوان که قبلا فیلم‌هایی مثل ورود آقایان ممنوع و قانون مورفی رو کارگردانی کرده بود، نمیشه گفت رامبد جوان کارگردان خوبیه، چون فقط تنها فیلمی که به یه سطح و لولی رسید که بهش گفت یه فیلم خوب ورود آقایان ممنوع بودش، وگرنه بقیه فیلماش نمیشه گفت که خوبه. و این فیلم زودپس هم بیشتر متمایل به مثلا قانون مورفی و اونجور فیلم ها تا به یه فیلم خوبی مثل ورود آقایان ممنوع، ولی سرگرم کننده است و در بخشایی هم خنده داره، ولی علاوه داستانی خیلی حرفی برای گفتن نداره. البته پیشروی داستان فیلم خوبه، ریتمش خوبه، ولی داستان یه خطی فیلم زیاد جذاب نیست. بذارید خلاصه داستانشو براتون بگم. داستان دو باجناق با بازی‌های نوید محمدزاده و محسن ترابنده رو روایت میکنه که پدر زنشون فوت میکنه و میخوان اونو جای یک شهید جا بزنن. بازیگرای نشسته این فیلم نوید محمدزاده و محسن ترابنده هستن که اول درباره بازی نوید محمدزاده صحبت کنم. نوید محمدزاده این اواخر سعی کرده نقشای متفاوتی رو بازی کنه. مثلا همین چند سال پیش در سریال آکتور بازی کرده بود که من سریال رو دوست نداشتم، ولی همین که نوید محمدزاده سعی کرده در یه اثر و نقش متفاوت حضور داشته باشه کار درستیه. و تا الان که در فیلم زودپس بازی کرده که اولین باره در یه فیلم کمدی بازی کرده و از اون روندی شکلش خارج شده و یکی از دلایلی که من فیلم زودپس رو تماشا کردم میخواستم ببینم که این بازیگر در کمدی چطوره. خب نوید محمدزاده بازیگر درجه‌ای که در فیلم‌های مثل متری شیشون و برادران لیلا بازی کرده بود که هنوزم بهترین بازیش از نظر من در فیلم برادران لیلا هست و کلا این بازی‌های خوب توقع رو میبره بالا. ولی در کل تو فیلم زودپس بازی خوبی رو انجام داد. بازی عالی نبود، خیلی خوبم نبود، بازیش خوب بود و برای ورود به این ژانر شور بدی نیست. و محسن ترابنده هم که اثبات شده یکی از بهترین بازیگرای حال حاضر ایرانه، اما احساس کردم اینقدر که این بازیگر در فیلم‌های درام این اواخر بازی کرده دیگه خیلی نتونسته تمایزی بین نقش‌های کمدی و درامش داشته باشه، اما به مرور مثلا در نیمه دوم فیلم بازیش بهتر شد. زودپس یه برتری که نسبت به فیلم‌های کمدی این چند سال داشت این بودش که شروع درست حسابی تری بود. مثلا فیلم‌های این اواخر خیلی سریع تو همون 10 دقیقه رو به اول وارد داستان میشن. مثلا فیلم هتل، من مخالف این نیستم که فیلم ریتم تندی داشته باشه، ولی حداقل یه عمق داستانی حداقلی رو داشته باشه. زودپس عمق داستانی نداشت، ولی حداقل نسبت به اون فیلم ها بهتر بود. یکم جزئی تر شیم توی فیلم، میشه گفت جلوه‌ای ویژه. داستان در زمان جنگ روایت میشه و یه بخشای فیلم برخورد موشک‌های جنگی به ساختمونا رو نشون میده و این تصاویر علاوه جلوه‌ای ویژه خیلی ضعیفن. این موشک‌ها انگار یه اسباب‌بازی ان. از یه فیلم کمدی که رامبد جوان ساخته باشه انتظار نمیره که همه چی درجه یک باشه و بی‌نقص باشه، ولی به یه استاندارد حداقلی برسه بد نیست. اسپایل نمی‌کنم ولی اشاره بکنم اگه فیلمو دیده باشید، سکانس مربوط به بیمارستان حدوداً 15 دقیقه است. کلاً اون سکانس ضعیفه. اگه از فیلم حذف میشد نه تنها اشکال نداشت بلکه بهترم میشد. و یه نکته مثبت دیگه که این فیلم داره اینه که تلاش اضافی برای خندوندن مخاطب انجام نمیده. کار خودش رو انجام میده و خیلی کارگردان مانور نداده که این فیلم تنها هدفش فروش باشه و کاراکترهای بامزه هم میسازه. مثلا کاراکتری که روزبه حصاری بازی میکنه خوبه، کاراکتری که محسن ترابنده بازی میکنه تا حدودی بامزه است. خب همونطور که گفتم در آخر قرار درباره فیلم‌های این چند وقت سینمای ایران صحبت کنیم. البته من همه فیلم‌ها رو ندیدم و حدوداً 14 فیلم نظرمو درباره این فیلم‌ها میدم و یه ذره برگردم عقب و با فیلم فسیل که در سال گذشته پرفروش‌ترین فیلم سال شد صحبت کنم. خب فیلم فسیل در ظاهر واقعا فیلم خوبیه. وقتی بار اول بیننده این فیلمو میبینه احساس میکنه فیلم خوبیه، فیلم درجه‌ای که، ولی به مرور که بعد از دیدن این فیلم میگذره میبینه که خیلی موندگاری در ذهنش نداره و خیلی نتونسته تاثیرگذار باشه و این برمیگرده به اون عمق داستانیه. وقتی یه اثر عمق داستانی داشته باشه تا سالهای سال در ذهن مخاطب بمونه. مثلا در فیلم‌های کمدی ایرانی مثلا فیلم نهنگ عنبر 2، اون مثلا جزو فیلم‌هایی که عمق داستانی داشت، یه ذره تونست تاثیرگذار باشه.
فسیل اصلا عمق داستانی نداره و همین هم بزرگترین ایرادشه و همین باعث میشه فیلم خیلی موندگار نباشه. ولی در کل فیلم فسیل واقعا فیلم خوبی حساب میشه، فیلم سرگرم کننده و خوبیه، نمیتونم بگم بده. و شماره دوم فیلم هتل. کلا اول در مورد کارگردان یعنی مسعود عطیابی صحبت کنم. مسعود عطیابی فیلم هایی که میسازه عین دیدن یه قسمت از یه سریالن، به دلیل اینکه اینم مثل فسیل عمق داستانی نداره، حتی خیلی بیشتر و فجیع‌تر، ولی بیشتر از این که منظورم اینه که عین دیدن یه سریاله، همه کارهای این کارگردان شبیه به همه و اون یکی از اون یکی کپی کرده. یه سریال داریم میبینیم که قسمت اولش دینامیته، قسمت دومش هتل، قسمت سومش نمیدونم فیلم های تگزاسه. صرفا شاید در لحاظ ظاهری این فیلم ها تغییر کنن ولی اون چارچوب داستانیشون خیلی شبیه همن و دو تا فیلمه که صرفا اینا رو در حد یکی دو جمله در موردشون صحبت کنم. فیلم هاوایی و فیلم شهر هرت، به معنای واقعی یک فیلم چرت. و بیایم به فیلم های امسال. فیلم تگزاس 3 اینم مثل فیلم هتل همون ایراده داره، چون همون کارگردان این فیلمو ساخته و فیلم ضعیفیه، واقعا فروش کرده اما فیلم ضعیفیه. فیلم تمساح خونی. فیلم تمساح خونی به کارگردانی جواد عزتیه. شاید مثلا فیلم های کمدی که مثلا من گفتم یا فیلم های دیگر رو شاید بشه تحمل کرد، ولی واقعا تمساح خونی نمیشد تحمل کرد، دیدنش واقعا سخته. نه تنها لحاظ داستانی خیلی ضعیفه، بلکه اصلا لحاظ کارگردانی جواد عزتی کار مفیدی برای این فیلم انجام نداده. و فیلم بعدی مست عشق. خب فیلم مست عشق شاید در بین این فیلم هایی که گفتم، در بین فیلم های امسال یه ذره یه نمونه بتونه بهتر باشه، ولی بازم نتونستش به این فیلم خوب تبدیل شه. این ایده خیلی جذابه که یه فیلم درباره مولانا ساخته شه، ولی نوع داستان، فضاسازی ضعیفیه، انگار مثلا ارباب حلقه‌است بیشتر این فضاسازی. ایده عالیه ولی فیلم واقعا از دست رفته. و حسن فتحی هم کارگردان این فیلم بوده که قبلا سریال‌های مثل شهرزاد و سریال جیران رو ساخته بود. از این کارگردان حداقل یه ذره بیشتر توقع میره. فیلم پول پارتی اصلا حیف وقت که برای دیدن این فیلم صرف شه، به معنای واقعی یک فیلم چرته. و فیلم بی بدن تنها فیلمی که در سال 1403 یه ذره میشه گفت بهتره جز یه فیلم قابل قبولیه و شاید تونست که بهش گفت فیلم خوب. فیلم بی بدنه. حدوداً چند ماه پیش در کانال من یه معرفی و بررسی دربارش انجام دادم، اگه دوست داشتید میتونید اون ویدیو رو ببینید. موقعم از اون فیلم تعریف کردم، جز فیلم خوب حسابش کردم، با اینکه مخالفان زیادی داشت ولی از نظر من فیلم خوبی حساب میشه. فیلم یادگار جنوب داستان بدی نداشت، فیلمی بود که میتونست خوب شه و فیلم از دست رفته ایه. خب فیلم بعدی ملاقات با جادوگر، یه فیلم درجه 3-4 که اصلا حیف وقت که برای دیدن این جور فیلم ها مثل فیلم پول پارتی، نمیدونم مثل فیلم های هاوایی، شهر هرت، حیف وقت که بر دیدن این فیلم ها صرف شه. و یه فیلم دیگه شهسوار. شاید بدونید کارگردان فیلم شهسوار حسین نمازیه که قبلا فیلم شادروان رو ساخته بود. با اینکه منم فیلم شادروان رو خیلی دوست نداشتم، ولی باز شهسوار نسبت به شادروان یه نمه بهتر بود، با اینکه خیلی شبیه اون فیلم ساخته شده. داستانی که خیلی شبیهشه، کاراکترها شبیهشن، صرفا یه ذره به لحاظ بصری بهتره، به لحاظ فضاسازی یه ذره بهتره، ولی باز به اون لول نرسیده که بشه گفت فیلم خوبیه. و شماره 13 این لیست میشه فیلم ساعت 6 صبح به کارگردانی مهران مدیری. میتونم بگم ضعیف ترین اثریه که من از مهران مدیری دیدم. ساعت 6 صبح یه فیلمیه که داستانش کلیشه‌ای، یه فیلم خسته کننده حسین سربر. و شماره آخر این لیستم که از بین فیلمایی که من دیدم میشه فیلم روزگاری آبادان. تا حدودی مثل فیلم ساعت 6 صبح، به شدت حسین سربره و ارزش دیدن نداره. خب از بین این فیلمایی که الان من صحبت کردم تنها فیلمی که بهتر بود تنها فیلم بی بدنه. البته از بین فیلم‌های امسال مثلا فیلم‌های پارسال هم فسیل بد نبود، ولی از بین فیلم‌های امسال تنها فیلمی که میشه گفت فیلم خوبیه فیلم بی بدن. و فیلم زودپزم اگه بخوام به صورت لغوی منظورم برسونم، تگزاس 3 و تمساح خونی و اینجور فیلم‌ها من خیلی بیشتر دوست داشتم، ولی نمیتونم بگم فیلم خوبی بود یا نه.
بستگی داره در چه زمان این فیلم رو ببینید. اگه حال و حوصله یه فیلم کمدی سرگرم کننده ایرانی رو داشته باشید انتخاب خوبیه. ولی اگه دنبال یه اثر بی‌نقصی که همه چیزش درجه یک باشه، چه لحاظ داستانی چه لحاظ کارگردانی و همه چی، فیلم خوبی حساب نمیشه. ممنون که تا اینجا ویدیو رو تماشا کردید. حتما کانال رو سابسکرایب کنید و ویدیو رو لایک کنید.